و هموطنان عزیز این بار با برنامه بسیار جالب آمدیم. دست ما قسمی که شما میبینین لوبیای که این لوبیا چگونه کشت میشه، چگونه به دست میآید. درباره ازی به شما هموطنان عزیز معلومات. Бұл қошалары көрдіңдер ме? Қошалар қаншада? Қанша құрау бұл? Лобиялары көрдіңдер. دو قسم است لوبیا. İki قسم لوبیا. این لوبیاست میبینین در داخل این خوشه لوبیای پلنگی وجود داره، لوبیای سرخ پلنگی. میبینین من این جای قرار دارم که خود دهقانم اینجا هستن. این معدن لوبیا است، معدن بیشترین لوبیا اینجا کشت میشه. باور بکنین این میره کشورهای همسایه ما میبرن، کشورهای همسایه ما بسیار با پیسه کم خرید میکنن، او را بعد از چند ماه بسر ما شما دوچند میفروشن. از جمله می لوبیاست، گندم است. ببینید گندم فعلا سیر 110. فکر بکنین در یک نقطه یک تا دو تا میبینین 3 تا 4 تا نیست یا نه اینجا خوب است، ارزانی است اینجا. خوب است قیمت اینجا ارزانی است. لوبیا فعلا 30 کیلو چند است اینجا؟ همین لوبیای پلنگی. گفتم که در چقدر مدت میرسه در ابتدا؟ گفتن که در چند وقت گفتین؟ 3 ماه. در 3 ماه. او چه ایده تیاره کنده؟ این میاله یک سیر زردالو به نظرم 40 افغانی سمیده. 40 افغانی یک سیر زردالو هموطنان عزیز. اما ما با دوستای خود دکان میریم چیزای انرژی باب و نوشابه باب و میخوریم، یا در 100 200 افغان خرج میکنیم، هیچ چیز نمیشه. اما ما با 40 افغانی یک سیر خربوزه میخریم و او را با فامیل خود استفاده بکنیم. بسیار هم تو ویتامینای مختلف هم داره، هم به خود ما خوب است، هم به مدهقین ماید میشه، هم به اقتصاد کشور ما. چندین ماهی که خربوزایی که برآمد او خلاص میشه، بازی نگهداری میشه، یک قابل نگهداشت است. خربوزایی است که یعنی خراب نمیشه به زودی، بسیار سخت است، بسیار خوشمزه. هموطنان عزیز سلام، امیدوار هستم که خوب صحتمند باشین. شب و روزتان بخیر باشه. باز هم هستم الله ظفر از چنل یوتیوب صدای هموطن در خدمت شما عزیزان قرار دارم. هموطنان عزیز تشکر از اینکه همیشه ما را همراه بودین و حمایت کردین و باز هم کسایی که در چینل ما تازه پیوستن آنها را هم خوش آمدید میگیم. هموطنان عزیز این بار هم در ولایت کندوز قرار داریم. ولسوالی حضرت امام صاحب در قریه زرکمر در دشت آبدان هستیم. خلاصه دیگه اون طرف میبینیم دشت آبدان است. و هموطنان عزیز این بار با برنامه بسیار جالب آمدیم. دست ما قسمی که شما میبینین لوبیای فلنگی میگن، نه لوبیای پلنگی، لوبیای سرخ پلنگی است. بیشتر شما میفهمین که روزهای رمضان بیشتر پخته میشه، خصوصا قابلی که پخته شود حتما در کنار لوبیا قابلی ما لوبیای سرخ پلنگی باید باشه. ببینیم که این لوبیا چگونه کشت میشه، چگونه به دست میآید. درباره ازی به شما مثلا از من معلومات میتونم. قسمی که شما در تصویر میبینین خود لوبیا هم همینجا است. مثلا می لوبیایی که مثلا رسیدن اینا را آوردن، من هم طریقش رو نمیفهم. این می لوبیاست، میبینین در داخل این خوشه لوبیای پلنگی وجود داره، لوبیای سرخ پلنگی. خب ما بیشتر به شما مثلا از معلومات میتیم و یکی از دهقان عزیز ما همینجا هستن که اینا کشت کردن. معلومات بیشتر به شما از هموطنان عزیز معلومات میده که چگونه کشت میشه، در چقدر مدت میرسه، دیگه چی چیزا در این کار است، جاهایی که مثلا این کشت میشه هموار باشه نباشه. درباره از این ما بخیر بیشتر صحبت میکنیم. سلام برسه به شما، خوب هستین؟ yaxshimiz? Dayomin? Cheklimizda sağ salomatmi? Xondachiq Belentrak Keplers va avval bir o'zingiz bir adingiz men aytib ketishingiz. Mening adim Xalifa Nurjon. Ha, Xalifa Nurjon. Zerkamerdan bo'lyapsiz? Xo'p, ko'p yaxshi. Buni aytib bersangiz, na raqam ekiliyor bu? Avval bilan nima etmali? Avval bunga joya tortmali. Joya tortmali. So'ng buni ekmali, suvlamali, ko't bermali. Ko'tan bana to'ng boqilib bermali, to'q parim, sonra bermeli. Ko'p yeri quvvatli getiriyor. Eğer yer kuvvetli olmadan bu hasıl vermiyor da. Hasıl vermiyor. Ha, şimdi yani lolba veriyor ki bu lolba mangodlar var, 2 rakam lolbadan. 2 rakam ha. 2 rakam. Bu koşalara gönder gör ve koşalar kançalar. Kança kuru bul. Lobiyalara gönder. 2 qism as lobiya, 2 rakam. 2 qism lobiyası var. Mana açtan asılıp suğurip turan. Mana şu bilan o'rlab deyqan o'rolmadi, döver alar buni. Aynen. So'ng buni bazılar yapar satar buni. Mana. He. Şunga lolbası var ki lolbası bitirin lolba. Ha. Bu qancha vaqtda yetiyoring? Bu 3 ayda yetiyor da. 3 ay haqlar bermeli. 3 ayda. Hammaton az men چیز پرسان کردم، شاید بعضیا در ترکمنی نفهمن. ما گفتم که چقدر مدت میرسه در ابتدا.
گفتن که در چند وقت گفتین 3 ماه در 3 ماه او چایده تیاره کنده در 3 ماه میرسه. ما ترکمنی رفتیم در 3 ماهی میرسه و دیگه جایش هموار باشه مناسب باشه و بیشترین چیزی که دیگه تاثیر میکنه یعنی محصولات بیشتر میگیره امی است که امی کود کیمیایی بیشتر داده شود. زمین هموار باشه و جای آبی باشه نه؟ بله جای هر قدر که آبی باشه مقدر خوبه. بدون آب نمیشه. بدون آب نمیشه هیچ. بسیار خوب. حاصلات از این چه رقم؟ اینمی از چند جریب زمین است اینمی؟ اینمی تقریبا باز یک 5 جریب زمین. از 5 جریب زمین. از 5 جریب زمین اگر حاصلات بکنه، اگر زیاد بکنه، میگه کود کیمیاییش ما فریمان برش بتیم نه؟ چقدر سیر حاصلات میته؟ این خود دیگه معلومات دیدید میگه امید ذلتی امی کارو دادن است دیگه زحمت است دیگه زحمت که بکنی هر چقدر باشه زیادتر بشه فراوان میته فراوان زحمت ازی با دیگه محصولات چطور است؟ مثلا گندم است، برنج است، ماش است، کنجد است نه؟ زحمت این لوبیا بیشتر است یا زو؟ لوبیا بیشتر است. یک سیر لوبیا حال چند نفر قیمتش سایکو 700 است. بله 700 افغانی است. یک سیر گندم چند است؟ 120 تومن. 120 افغانی. یکی شد بکنه خلاص دیگه 100 سیر لوبیا بران این یک جریب زمین بتا زیادتر میشه. 100 سیر گندم چقدر میشه؟ 100 سیر گندم بران 10,000 میشه. او میشه که بران عیناً 70,000 میشه. چقدر حاصل زیاد میشه. یعنی ای اگر برسه به دهقانای ما ای خوب است. چی گفته؟ چون این قیمت هم است. یکی دسیر هم گرانگ هم است نه؟ گرانگ هم است. و چیزی بسیار خوشمزه هم است. چی گفته؟ دیگه چطوری قریه چطور است؟ پخته میشه اینجا؟ مردم زیاد پخته میکنن؟ زیاد خریدار است. نرم شدن از ایش زود نرم میشه یا نه؟ نرم میشه. زود نرم. مواد شمیده نرم میشه. بسیار خوب بسیار خوب. بیشتر در این چیز در این قریه چی چیزا بیشتر کشت میشه؟ زیادتر مثلا از جمله گندم است، ماش از گفتیم و برنج است و بله. بیشتر کدام محصولات اینجا زیاد کشت میشه که شما کشت میکنین؟ کشت اینم لوبیا است و تربوز است و خربوزه است اینم دیگه داشت است دیگه دیگه زمین داشت است دیگه خربوزه هم زیاد است. خربوزه هم زیاد تربوز هم زیاد است کادو است لوبیا است ده هر چیز است. باز اینجا که زیاد مرکزش از معدنش از کش میشه نه باز اینجا قیمتش چطور ارزانی است یا نه اینجا؟ خوب است ارزانی است اینجا. خوب است قیمتش اینجا ارزانی است. لوبیا فعلا 30 کیلو چند است اینجا؟ همین لوبیا پلنگی لوبیا پلنگی حالا اگر سودا کنید در بازار 600 روپیه سیر 600 سیر 600 در دکاندارا بفروشه برای 120 روپیه. بله. ما شما دیقان هستم دیقان باشه سودا کنه برای 600 میگیره پیش 600 میگیره. اگر در بازار که اگر خریدخور باشه که 120 روپیه کیلو شده. بسیار خوب. راستی درباره خربوزه گفتین. خربوزه چطور است؟ فعلا فروشات خربوزه چطور است؟ خربوزه حال سست شده یک در سست شده. بازارش سست است. پیش خوب بود حالی برای ارزان شده. حالی سیر 50 روپیه 40 روپیه 30 روپیه سال دیگه. وقتش دیگه. بسیار خوب. سلامت با عزت باشه خداوند خیرتون بده. در اخیر بر ما و همچنان خصوصا به بینندای عزیز کدام پیام کدام گفتنی به دولت به حکومت به مردم دارین کاملا در خدمت شماست. میتونین آزاد بگوین. جانجوری تو میخوایم. بخیر باشه. منتها من یک پیام دارم. هموطنای عزیز کوشش بکنیم لطفاً کوشش بکنیم از محصولات زراعتی دهقان ما حمایت بکنیم. باور بکنین این لوبیاست. میبینین من این جای قرار دارم که خود دهقانم هم اینجا هستن. این معدن لوبیا است. معدن بیشترین لوبیا هم اینجا کشت میشه. باور بکنین اینی میره کشورهای همسایه ما میبرن. کشورهای همسایه ما بسیار با پیسه کم خرید میکنن. او را بعد از چند ماه بسر ما شما دو چند میفروشن. از جمله می لوبیاست گندم است. ببینید گندم فعلا سیر 110 افغانی است نه گندم خوبش اما او را صادر میشه بعد از چندین ماه سر ما 200 افغانی فروخته میشه. اون گندم خود اما قسم خربوزه اما قسم شفتالو اما قسم زردالو. پس ما همتون عزیز یعنی از محصولات زراعتی خود حمایت بکنیم. با جای از اینکه انرژی گازدار و نوشابه بخوریم یک سیر تربوز 30 افغانی بخوریم به فامیل ما میشه. اینی چیزا را باید ما متوجه باشیم. این میاله یک سیر زردالو به نظرم 40 افغانی است. 40 افغانی یک سیر زردالو هموطن عزیز. اما ما با دوستای خود دکان میریم چیزای انرژی باب و نوشابه باب میخوریم یا در 100 200 افغانی خرج میکنیم هیچ چیز نمیشه. اما ما با 40 افغانی یک سیر خربوزه میخریم و او را با فامیل خود استفاده بکنیم. بسیار هم تو ویتامینای مختلف هم داره. هم به خود ما خوب است هم به مدهقین حمایت میشه هم به اقتصاد کشور ما خوب میشه. ببینید و ارزانی هم بیشتر است. پس ما به این چیزا متوجه باشیم هموطن عزیز. هموطن عزیز پیشتر از خربوزه یادآوری کردم ما میریم به اجازهتون طرف خربوزه از اونجا یک صحبت داشتم. خدا خیرتون بده. بیا کامرامین ما اسکایسته ما همراهی بکو. این قسم ما و شما میریم بخیر طرف خربوزه یک
صحبت کوتاه از اینجا می داشته باشیم. در دست ما هم لوبیاست. اینه این لوبیا این قریب یک پخته کردن میشه هموطنان عزیز. خدا میبینین دشت خداست، مگم بسیار محصولات عالی و فوق العاده است اینجا. و پیشتر هم من به شما معلومات دادم هموطنان عزیز، گفتم لوبیاست. ببینین لوبیای پلنگی که در خود شهر کابل بسیار فروشاتش خوب است و مردم هم خریدش هم خوب است. چیزی است که خیلی خوشمزه است. جایش هم به شما نشان دادم، اونو قسمت بود. بیا ایستا بیا من همراهی بکن. این جایی است خیلی استاد میره بیدید در نام خدا بخیر. من برکت به کارتانم برکت. من مزاحم شما نمیشم استاد، صحیح است. شما فقط کارتانو بکنید. این هموطنان عزیز معدن خربوزه هستم. گفتم بیشتر در این موقعیتی که ما آمدیم همهش محصولات زراعتی است، از جمله تربوز، خربوزه. خب انواع خربوزه های مختلف است، یعنی چندین نوع خربوزه است که من نامایش نمی‌فهمم. یک خربوزه ایرانی نیلوس میگن، چی رقم از او است، و خربوزه های مختلف. و همچنان رومی است، اینجا بامیه است، بادنجان سیاه است. بیشتر به شما نشان دادم لوبیا بود. لوبیای دو رقم لوبیا است، اینجا زیادتر کش میشه. جواری است، یعنی محصولات زراعتی بیشتر است اینجا. پیشتر هم یادآوری کردم کوشش بکنیم از محصولات زراعتی خود ما هموطنان عزیز چه بکنیم، حمایت بکنیم. اینی هم عملا می‌بینید خربوزه ایرانی بسیار خوشمزه، قیمتش هم بسیار مناسب. قیمت سیر از این چند است استاد؟ فعلا هم 80 افغانی. نه از مو فلکش میرین میکنین برادر 80 افغانی است. از اینکه چی باشه ما اگر با انرژی ها و دیگه چیزا مقایسه بکنیم بسیار مفت است. مفت یک سیر از این ببر با فامیل بخور، چقدر خوشمزه و خندان. اونو موقعش هم میبینیم جای است. بیا مرا همراهی بکن. هموطنان عزیز قسمی که شما میبینیم با همین بیخی در مرکزش هستیم، جایش اینه. میبینین امسال نام خدا بسیار محصولات عالی است، محصولات زراعتی، یعنی حاصلاتش خیلی عالی است. شما میبینین بیا تصویر بردار ما فکر بکنین در یک نقطه یک تا دو تا میبینین، سه تا چهار تا پنج تا میبینین. نام خدا تو خربوزه است. شما میبینین بسیار فوق العاده خوشمزه. اینا را میگن خربوزی سخت مچم. شما چی میگین؟ این بعد از چندین ماهی که خربوزایی که برآمد او خلاص میشه، بازی نگهداری میشه. این قابل نگهداشت است. خربوزایی است که یعنی خراب نمیشه به زودی. بسیار سخت است، بسیار خوشمزه هم است. این خربوزه است. هموطنان عزیز ما بیشتر وقت شما را نمیگیرم دیگه. تا گزارش بعدی را که شما را بالای یک تا میسپارم و چینل یوتیوب صدای هموطن حتما حمایت بکنین تا ما بتانیم به شما هموطنان عزیز بهترین گزارش ها را داشته باشیم. تا گزارش بعدی که من سمیع ظفر در خدمت شما قرار میگیرم، هر یک شما را بالای یک تا میسپارم. اوقات خوب و خوش داشته باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.